ساعتی 4 صبح ما رو بیدار کردید بریم کمپ. چه کمپی با تو اتاقمون کمپ کردیم خوابیده بودیم دیگه. ساعت 7 نگاه کن هنوز نرسیدیم. ترافیک رو نگاه کن. چرا باید الان ترافیک باشه؟ شانس ماست دیگه. تو این زندگی اولین تجربه کمپ همون البته. بریم کجا بریم؟ اونجا. حالا مونده تا برسیم. یه ساعت یعنی 2 ساعت دیگه راهه. بریم ببینیم چیه این کمپی که می‌ریم. ما همش تو کال اف دیوتی کمپ کردیم. اینجا چیکار می‌کنیم؟ کمپر سگ. بریم. آجی من عاشق رانندگی کردن توی این جاده مخصوصا یه تیکه. بعد این بغل رودخونه است. اینجا موزیک رو باید قطع کنی، فقط صدای این رودخونه رو گوش بدی رانندگی کن. یعنی نمیدونی یا آرامشی میگی یا آرامشی میگی. ماما صورتی ماما صورتی میخوام وحشی هستی وحشری. آشو منظور اونه البته ماما نسخ آشیم الان. برق از سفازش برید. سلام صبحت بخیر. چی میخوایم پارسا؟ نمی‌تونم الان بگم چی میخوایم بند میشی. نه بگو کاری نداره. یوتیوب is just a joking. Sorry mod. نه دستم می‌زنم. که میدونید اینجا اردوگاه ارتشی. وایسا بگیرم. قطعا زیر این درخت گنجه. اینا این سرشو میگه. دوستان شما بگید اگر این زیرش گنجه زیرش چیه؟ کامنت ها بنویسید. سرش چی میشه؟ دیسکو صفحه افتاده بالا. حداقل پولش از زیر این درخت. 3700 فقط اجرته. 700 اجرت هم هست. 6 میلیون تا 8 میلیون پول دیسکو صفحه است. این زانتیایی نندازه.
دیگه بالاخره. عجب ویو رو بگیر. ویو رو بگیر. اوف صفای مروه رو جون میده واسه باقالی پلو. پارسا اونو باید بگیری بری بالا. چیو؟ اون تیکه چی رو بگیرم؟ این سرشو بگیر برو بالا. بگیر برو بالا. وای اینجا فیلم نگیر که دیگه من خب بس دیگه. این بعد زدم من برات هر چی میپختم همه املت بود. تینگم بالاست. هر چی میپختی همه کتلت بود. فقط ما تو جنگلیم. صدا چجوری داره میپیچه؟ خدایا حامد شاهانی میگفت سوار KFC بود، میگفتش با 206 میام من اینجا رو. ما الان داریم میایم. حامد شاهانی اگر این ویدیو رو میبینی من با 206 اومدم اینجا. خیلی گوزویی. این باری که بود؟ نه باریک نشدم. نه با باریک. آره داریم واقعا داریم. ما توی پاد صدا نمیره بس قرصت باشه باید اینجا بکن اصلا نمیشه شعبالی داد قدسی بیری بچه جوندایی هاشم واسه از دست تو بکش. چرا تخماتو گرفتی؟ از ترس کسا کرد. خب نمیذاری تخمه تو رو بگیره که. آقا ما که بیل داریم. اوه آدم بچه آدم میبینم. بچه این راه باریک است. این راه باریک است. بیا با 206 و تیبا اومدن. تو ایران هیچ نقطه نیست با هر ماشینی بری یه پراید میبینی. آره اون بالا نشستن قطعا دارم با هم حرف میزنم. بله. خب ما رسیدیم. حدس بزنی چی شد؟ بالاخره رسیدیم. این بالاخره پیچ آخره هایی که میگفت بالاخره تموم شد. البته بازم پیچ داره ولی خب دیگه ما دیگه توانه ادامه دادن نره. ما واقعا با 206 داشتیم میومدیم. کردن دارم شوخی میکنم. نه من دارم جدی میکنم. چی میگم کوله پشتی همون رو بندازیم عکس همون رو بگیریم بریم. یک سفر وای سری قبلی این پشت ماشین همین رفیقم بود این شکلی. بعد یهو اومد عقبو نگاه کرد. اون چیه؟ من نگاه کردم یه پفک روش. چی می‌خوایم بیاریم؟ این که چی می‌خوای در بیاری؟ پفک. این که تفنگ. گفتیم نه پفک. این اسلحه ماست. اینجوری میذاریم میریم. بعد که رسیدیم به هدف در میره. وقتی یه تیراندازی با هم فرستادم ستار یاد بگیرم. خب بعدش چیکار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟ بریم بالا. برنامه چیه آقای لیدر؟ بریم بالا. خب چیکار کنیم؟ بریم بالا کم کنیم دیگه. با چی کم کنیم؟ چی چیزی با پهن کنیم؟ آره دیگه با پهن کنیم دیگه. چی با پهن کنیم؟ تیرانداز پهن می‌کنیم. تیرانداز اونو پهن می‌کنیم. قشنگ می‌ترادی اونا. اوه بابا اومده مامان هلش بده. تمومه؟ تموم که نیست ولی خب چیزی نمونده. بیام اومدم. اینا رو بخوری؟ میدونی اینا چیه؟
بابا از چی داری میگیری مهندس؟ اینو دارم میگم. انگشت اشاره من. اینا اینا میدونی چیه؟ اینا چیه؟ نه واقعا نمیدونی چیه؟ این چیه؟ من نمیدونم چیه. حالا آخرش از چت جایی که میدونم اینه که نباید بخوری. بچه من اینجا دستکش های تاکتیکال دارم. این دستکش ها تو CSU $8,000 پولش. چی شیرینی بده. آره تو CSU نه الان دیگه که $8,000 پولشه. نمی کنه اینطوری دسته بچه کو پارسا کردنیت هم میخوای؟ الان نه جب این کردنی پارسا اینا میندازه دور گردنش بعد گردنی میشه. یو مرتارا چی؟ باشه دیگه یه جوری حرف میزنه انگار من آدمشم. الان میام سراغش. خب آقا بساط کردیم دیگه که صندلی ها رو اینا رو الان میچینیم. امشب قراره اینجا بمونیم من محمد پارسا و اینکه بهشت واقعی واقعا اینجاه. نشون بده ماما همه جلو یا اول پس. آقا با چند تا ضربه؟ بیدنه بیدنه او یه دونه نامردی ها. اگر با یه دونه زدم دونج نمیدم. بده شماره بزن 62 19 دونج نمیدم بعدی کلا زانو بزنه رعیت چرا؟ سر محمد سر محمد به جنگجوی اجدها معرفی
قوی اشمال اولین تجربه کمپینگ ما هم تموم شد. خیلی حس خوبی بود، خیلی حال داد. اینکه دو سه روز اینترنت نداشتیم، کلا دور از فضای مجازی، فقط تونستیم یه گوشی بگیریم دستمون و ویدیو ضبط کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. بوس.